یک مسئول یهودی اعلان میکنه برای مجموعه از یهود، گفت او مردم، شما تا وقتی سری مسلمان ها غالب شده نمیتونه، تا وقتی که در نماز صبح مسلمان ها مثل نماز جمعه واره مردم موجود باشه، تا او وقت شما غلبه کرده نمیتونه و گاهی هم تسلط شما سری مسلمان ها ثابت نمیشه. خود زمانی که مسجدای مسلمان ها را در نماز صبح دیده که پر نبود، باز اونجا میدانه که شما غالب میشه. امروز مساجد ما مکمل همینطور خالی است. وقتی از نفوسش سوال میکنی که چقدر نفوس است، 5000 خانه 6000 خانه. مساجد کابل حالی از 5000 خانه کم نیست. همین قدر نفوس در یک خانه 5 خانه زندگی میکنه، در 5 خانه 20 نفر نفوسی نمازخوان وجود داره. اما در مسجد 4 دانه ریش سفید قطی ملا امام و مؤذن، دیگه کسی وجود نداره. کدام طرف میریم؟ شما را به الله قسم اگر یک آدم مالدار اعلان بکنه که اینی تکت بگیری ولی دینمی ساعت خود برسانه که 1 کیلو گوشت براتان داده میشه یا 1 پیپ روغن یا 1 بوجی برنج، کمتر از او باشه، شما را به الله قسم امی ساعت فراموش میکنه؟ کلا قطعا نه. اما پیش موت مسلمان نماز الله اهمیت نداره، عبادت الله اهمیت نداره، آخرت اهمیت نداره. موت تعالی را خشیت و ترس الله در قلب ما ننشسته. جهنم مصور نشده در ذهن ما که آتش جهنم چطور است. تو را به الله قسم اگر صبح دمی عین شیرین خواب باشه و زنت ناگهان صدا کنه که الا آتش رسید، الا آتش میسوزانته، خواب میکنی ملاق میزنی یا امی اوچتی که در جست میزنی، میدوی که مرا آتش نگیره. راستی تا نبگوی. به الله قسم اگر یک فردم همینطور قرا ملاق بزنه که بان آتش سرم بیا، محض زن ما خبر بده بر ما، همسر ما یا اولاد ما خبر بده که الا آتش تو را گرفت، بمی دقیقه لحظه از خواب اوچت کده خیز میزنیم که آتش نسوزانه. کدام آتش؟ کدام آتش که یک جزی 70 جزی آتش جهنم است. آتش دنیا 70 جز از آتش جهنم است. از این آتش تو فرار میکنی و میترسی، از او آتشی که 70 جز یعنی 70 چند از این آتش کده سخت است، از او آتش چرا خود نگاه نمیکنی؟ چرا خیز نمیزنی؟ زمانی که ندای ملکوتی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح به گوشت میرسه و این برات میرسه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مومن کجاستی؟ چه قسم مومن هستی؟ و این کلمات تو چطور عقیده داشتی؟ پیغمبری تو خو گفت اسقل الصلاة علی المنافقین، سختترین نماز، گرانترین نماز بالای منافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، نماز خفتن و نماز صبح است. به الله قسم پیغمبر زمانی که شکش پیدا میشد در مورد یک شخص در نماز صبح تلاش و جستجوی از او را میکرد که فلانی وجود داره یا نه، در حدیث همینطور میاد که فلان موجود است یا نه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرما به الله قسم زمانی که یک نفر 2 مورد 3 مورد در نماز صبح حاضر نمیشد، ما شک نفاق سری و آدم میکردیم که منافق است. امروز تو مسلمان چرا اینطور خواب میکنی؟ سالا سر تیر میشه. چرا مسجد الله را فراموش کردی؟ داد میزنی من پیغمبر دوست دارم، ما به الله دوستی دارم، من فرمان الله را قبول کردم. کجاست؟